پلاگیات که دیسرنت که میگوید به نهایت کم با نظر گرفته شود چون که این علمان رفته کار میکنن و اویدی این همه وقت ما کار با فعالیت میبریم نیز در دانشگاه دولتی طبی تورستان سیستم آنتی پلاگیات کار با فعالیت میبرد همه دیسرتاسیونی که پیشنهاد کرده میشود از همین سیستم آنتی پلاگیات گذرانده میشود اگر به اون شرطی که همون دستاویزی همون از 90% کم باشد ما با شروع دیسرتاسیونی قبول نمیکنیم چون که همه مؤلفان رفته اصلاح کرده و به اینکه شروع دیسرتاسیونی پیشنهاد کرده میشود وابسته با سوال دویم شما چند فایز دانشجویان بودجوی من همین را گفتنی هستم که بیشتر از 47 تا 48 فایز دانشجویان بودجوی است دیگرش هم است و طریق شهرنامه‌ای تحصیل و تحصیل فرا گرفته شده است محصلین خارجی بیشتر با فاکولته طبی و دیگر فاکولته ها نیز تحصیل میکنند لیکن بسیارتر با فاکولته طبی منصوب یابند و در فاکولته طبی تحصیل فرا میگیرند و بسیارتر ما گفتیم که از کشورهای خارجی از 13 کشور خارجی با تحصیل فرا گرفته شده است بیشتر از جمهوری هندوستان با تحصیل دانشجویان خارجی جلب کرده شده است و یک چیز دیگر رو گفتید در سه تابستانه 8208 نفر 100 نفر در حقیقت وقتی که در سه زمستانه در سه تابستانه سال 2018 چقدر شما اطلاع دارید بیشتر از 152 نفر دانشجو خارج کرده شده بود 152 نفر دانشجو و همه وقت در وقتی خارج شدن در سه زمستانه شماره این دانشجویان کم می شود و در سه زمستانه وقتی که برقرار می شوند از حساب برقرار شدن دانشجویان همین شماره دانشجو بالا می رود